سلام علیکم. بریم سراغ یکی دیگه از سوالات پرتکرار شما. این بود که حالا چه تو فروشگاه چه صحبتی که توی پشتیبانی آنلاین داریم، اینه که چرا وقتی موها خیسه، وقتی برس میکشیم ریزشش بیشتر میشه. ببینید بافت مو زمانی که خیسه یکم حساستر و آسیب پذیرتر. زمانی که شما میایید از برس های ساده روی موهای خیس استفاده میکنید، باعث میشه که این دونه ها بیشتر لای موهاتون گیر بکنه و باعث شه که موهاتون آسیب پذیرتر باشه. اگر از این سبک برس ها میخواید استفاده بکنید، بهتره که قبلش اسپری دو فاز، نرم کننده های بیرون حموم، لوسیون های بیرون حموم که کارشون گره باز کردنه حتما استفاده کنید. تازه با اون حال بازم گره میخوره و این باعث میشه که مو از ریشه کنده بشه. اما بهتر اینه که برید سراغ یا استفاده از شونه های دندون درشت که راحت‌تر گره های مو رو باز بکنه. در بهترین حالت هم استفاده از برس های ضد گره است. اصطلاحاً چون این برس ها، این سبک برس هایی که نمیدونم توی فیلم میفته یا نه، ببینید دندونه هاشون نامنظمه، نمیدونم میفته یا نه. اصطلاحاً به این سبک برس ها رایج شده که میگن برس اکستنشن، اما چون این برس ها گره نمیخورن، ضد گرن و موی اکستنشن شده نیاز داره از برسی استفاده بشه که مو رو نکشه، اینها معروف شدن به برس های اکستنشن، در صورتی که اسم اصلی اینها برس های ضد گره است. بهترین راه حل برای این که شما میخوای بعد از همون موهاتون رو برس کشی بکنید، همچنان استفاده از محصولاتی مثل دوفازها، لوسیون های بیرون حمامه، اما این برس ها که توصیه میشه، مثلا جفتشون هم برندهای خیلی خوبی ان، برس ضد گرن. حالا این و این جفتشون ضد الکتریسیته ساکن هم مثلا، یعنی به رفع یا جلوگیری از ایجاد موخوره هم کمک میکنن. کلا این سبک برس ها رو که من اصلا توصیه هم نمیکنم، ولی خب انتخاب دیگه. بازم اگر در رابطه با اینجور مسائل سوال داشتید کامنت کنید، من حتما جواب میدم. تجربتون هم میتونید با من به اشتراک بذارید. اگر سوالی بود کامنت کنید، در خدمت.